به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه جوانزن 22 ساله ساکن جماعت دیوت سلطان آباد نویه رودکی مراجعت نموده است که 15 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15:50 در نزد بازار کاروان شخص نامعلوم با راه آشکارا از گردنش یک عدد گردنبند طلایی‌اش را کنده گرفته از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه به جبر دیده 10,000 سومانی ضرر رسانیده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 21 ساله ساکن جماعت دیهات زینب آباد نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع قبادیان با عریضه مرد 53 ساله ساکن جماعت دیهات زرکمر نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 22 و 23 اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های خواجگی دیقانی یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 6500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 39 ساله ساکن جماعت دیهات نظرف همین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین نامبرده شب 28 و 29 اکتبر سال 2021 با راه پنهانی از زمین‌های خواجگی دیخانی به نام نورمت یک سر چاروای کلان شاخدار مرد 50 ساله ساکن نویه قبادیان را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 5500 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 30 ساله ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 19 نوامبر سال 2021 با راه پنهانی از درآمدگاه بنای استقامتی مرد 37 ساله ساکن نویه مذکور یک عدد کوادراتیکل را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 7000 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.